I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear. I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear that I will execute the office of President to the United States faithfully. That I will execute the office of President of the United States. The office of President of the United States faithfully. And will, to the best of my ability. And will, to the best of my ability. Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Congratulations, Mr. President. All the best wishes. Today, at my direction, the United States. امروز به رهبری من ایالات متحده عملیات را بالای 1 محوطه در ابتاباد پاکستان انجام داد. گروه کوچکی از امریکایی‌ها این عملیات را با شجاعت و توانایی خارق العاده به پایان رساندند. پس از یک درگیری، اسامه بن لادن را کشتند و جسدش را در اختیار گرفتند. After a firefight, they killed Osama bin Laden and took custody of his body. Today, امروز پس از 2 سال مذاکره، ایالات متحده همراه با همکاران بین المللی ما به دستاوردی رسیدیم که دهه‌ها دشمنی آن را به دست نیاورده بود. توافق جامع و دراز مدت با ایران که مانع دست یافتن این کشور به سلاح اتمی می شود. من اینجا آمدم تا آخرین بقایای جنگ سرد را دفن کنم. اینجا آمدم تا به مردم کیوبا دست دوستی دراز کنم. واضح میگویم اختلافات بین کشورهای ما یک واقعیت مهم است، اما پیش از این که روی این مسائل صحبت کنم، ما نیاز داریم تا بدانیم که چه چیزها بین ما مشترک است. زیرا در موارد مختلف ایالات متحده و کیوبا مثل 2 برادرند که برای سالها از هم جدا شدند، حتی اگر خون مشترک دارند. آنچنان که شب گذشته گفتم، اولویت شماره 1 در 2 ماه آینده برای من این است که کوشش کنم تا زمینه انتقال قدرت را به شکل فراهم سازم که مطمئن شوم رئیس جمهور منتخب ما موفق می شود. مهمتر از همه می خواهم به شما آقای رئیس جمهور منتخب تاکید کنم که ما آنچه در توان داریم انجام می دهیم تا شما موفق شوید، زیرا با موفقیت شما کشور ما موفق می شود.